به نام خدا. سلام ایرانیا، حال و احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا مجموعه فرهنگی تاریخی نیاورانه و ما اینجاییم تا یک گزارش تهیه کنیم از یک نمایشگاه. هنرمند این نمایشگاه الان لب حوض وایساده، داره آب بازی میکنه و دنبال ماهیا میگرده. بله نه باور کنین راست میگم، اینا خودتون نگاه کنین، اینا هنرمندش اینجا وایساده داره آب بازی میکنه. بریم لب حوزه؟ آره؟ خب خمیرم برات آوردم. چوبمونم اونجاست. مهدیار چی درست کنی؟ من همه تومه‌هاشو آوردم. تومه درست میکنی تو؟ من تومه رو گرفتم. خیلی خوب. توی این حوزه ماهیه مهدیار. آره؟ بیا این ظرفو بگیر. تو یه دونه ماهی درست کن. من اول ببینم این ماهی که تو حوزه‌ای چه شکلی بوده. خب ماهی قرمزه. خب درست کن ببینم چه شکلی. تو من اینو آب میکنم، تو اونو درست کن. تو اونو درست کن، من برم ببینم. من اینو آبش کنم، پرش کنم، بیارم ببینم که این ماهی رو تو چجوری درستش میکنی. این خمیره چیه مهدیار؟ آموس. چی؟ آموس. چجوری اون وقت این خوش میشه؟ آره. خیلی خوب. یعنی کجای ماهی رو درست میکنی؟ این بالای عقبش. آهان دومشه که اینجوری تکون میخوره شنا میکنه ماهیه. آره. الان کجاشو میخوای درست کنی؟ شبیه نهنگ شد مهدیار، شبیه نهنگ شد. نه الان ماهی میشه. الان ماهی میشه؟ نهنگم ماهی دیگه، نهنگم ماهی بزرگ. میگم با بابات مصاحبه کنم. چی بپرسم ازش؟ همه چی بپرسم. مثلا چی بپرسم؟ بگم مهدیار چه غذایی رو همه بیشتر دوست داره؟ چی دوست داری؟ پیتزا رو از همه چقدر بهش پیتزا میدین؟ امروز اتفاقا قول پیتزا دادم. قول پیتزا دادین؟ گفته آها آفرین خیلی خوب. خب خسته نباشین. نمایشگاه مهدیار رو دیدیم و خیلی جالب بود برای خود من و قطعا برای بینندگانمون همینطور خواهد بود. زنده باشین. راجع به مهدیار برای ما بیشتر توضیح. اولا مهدیار چند سالشه؟ مهدیار در حال حاضر 6 سال و 7 ماهشه. 6 سال و 7 ماهشه. خب مدرسه که نمیره هنوز؟ نه هنوز نه. مهدیار چی؟ 6 و نیم سالمه. 6 و نیم سالته دیگه. 6 و نیم سالم شده. نهارم قراره پیتزا بخوریم. منم میبری؟ آره یا نمیبری ما رو؟ اگر میخواین شما باید بیاین هتل من. آها چشم، ما میایم هتل. پیتزا ما رو نمیبره. چه دهن بزرگی هم داره. اینم من درست کنم. منم کرم بلدم درست کنم. کرم درست کن. خود درست کردی؟ آماده شد. خب آها این ماهی هست. چشاش کو؟ چشماش اینا. چشاش کو؟ اینا. آها اون چشاشه. ببین الان مثلا این کرم است. نگاه کن. این الان مثلا چجوری میخورتش؟ ماهی فقط باید یه سیم پیدا کن. سیم برای چی میخوای؟ سیم من نخمونه. آها برای نخ سیمه نیستش مهدیار. ببینم ماهیه رو. مهدیار به چه ماهی درست کرده. و راجع به فعالیت هنری که انجام میده یک خردسال 6 و نیم ساله پدر برای ما توضیح میده. خواهش میکنم. فکر میکنم خود کارها گویای همه چی هست، نیاز به بیان من نیست. منتها یه سری مطالب راجع به مهدیار جان بگم که وجود مهدیار سرشار از خلاقیت و جوشش. یعنی در دستان مهدیار همونجور که جناب عالی و همکاران مشاهده کردن، یک لحظه شما سکون و بدون حرکت نمیبینید. سرشار از حرکت و دوست داره با همه چیز و خلاقیت با همه چیز دوست داره یه چیزی بسازه. مهدیار جان از سن 2.5-3 سالگی شروع کرد با برش کاغذ و روزنامه و کاغذ رنگی و اینا به صورت 2 بعدی اشکال و حیوانات رو میساخت. ما کم کم سوقش دادیم به سمت خمیر. چقدر روزنامه های بابا رو قیچی کردی؟ روزنامه های
خیلی زیاد. هی شب روزنامه می‌خرید بیاره بخونه، تو قیچی رو همیشه قیچی می‌کرد. آره دعوات هم می‌کرد، دعواش نمی‌کرد. اینو می‌تونی بکنی لاک پشت؟ چجوری لاک پشتش می‌کنی؟ این دسته لاک پشت، خب این دسته دیگه لاک پشته. آها خب لاکش کو؟ این پای لاک پشته. الان این پای لاک پشته میشه. اینم لاکش کو؟ لاکش اینه. لاکش کوچولو شد. کم کم شروع کرد با خمیر اشکال قشنگ و حجمای زیبایی میساخت و به صورت رسمی و کارهای خیلی زیباش و هلوش 1.5-2 سالی هست که شروع کرده. شما چطور این استعداد رو در وجود مهدیار کشف کردیم؟ حالا در واقع این لطف خدا بود که ما به صورت حالا اتفاقی در یک جشنواره‌ای شرکت کردیم، گذراها نه به صورت رسمی، و حالا قبلا هم کارهایی از مهدیار دیده بودیم ولی خب به چشم پدر و مادر فکر می‌کردیم مثل سایر کودکان. آره، ولی از نگاه تیزبین یک کارشناس تو اون جشنواره که مورد بررسی قرار گرفت متوجه شد که مهدیار و کارهای حجمی که مهدیار انجام میده با سایرین متفاوته و به گفته خودشون تا به حال ندیده بودن که فرزند بچه‌ای تو این سن بتونه همچین کارهایی رو خلق کنه. میگم من بیام پیشت یاد من میدی من چجوری با این خمیرا حیونا رو درست کنم؟ آره؟ یادم میدی؟ آره؟ خیلی خوب. من بچه بودم 3 دفعه افتادم تو حوض. تو تا افتادی تو حوض؟ پس چرا نمیری همش دور این حوضه؟ آها این مارماهی الان اخ دهنشو نگاه، دندونم داره. نیش هم میزنه. اخ خیلی خطرناکه، ولی فکر کنم کوسه هم مارماهی خطرناکتر باشه. آره؟ کوسه که میتونه بخورته. کوسه چیکار میکنه؟ کوسه مارماهی رو میخوره بچه. کوسه مارماهی رو میخوره. این دست کوسه ماهی است. کوسه ماهی نیست. چیه؟ نهنگ ماهیه. نهنگ. اینم بالای نگاه کن نهنگ از ایناست که میپره تو آب، میپره بالا دوباره شیرجه میزنه تو آب. نه از ایناست. نگاه کن این وحشیات توی اقیانوس. اینه که دندون دارن. از این اقیانوسی از ایناست که تو اقیانوس خالم داره. آره دیدی بعضیشون خال دارن. خال سفید. میخوای حالا خال قرمز براش بذاریم؟ آره باشه. بیا من خالاشو درست میکنم میدم به تو. اخ چه دهنی هم داره نهنگه. بیا این یه خالشو بذار. بیا اینم یه خال دیگه. اینم نهنگ خالخالی. آره نهنگاش همه نهنگ ماهی خالخالی هم. بیا. و چطور کار به جای رسید که امروز مهدیار در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نمایشگاه برگزار کرده؟ خب مسئولین و هنرمندانی که در اولین نمایشگاه مهدیار در مشهد ما برگزار کردیم حضور داشتن متوجه شدن که مهدیار و کارهای زیبایی که خلق میکنه شایستگی اینو داره که رشد و ترقی بیشتری داشته باشه. چه چشایی هم داره مهدیار. ولی چشماش ابرو هم داره. ابرو نداره. اینها دیگه اینها. این یه نهنگ خالخالی شد. خود این نهنگ ماهی خالخالی خالی. آره دهنش چقدر باز میشه. بذارین بهتون نشون بدم. وای خواهی نهنگشو گود کنم. داری دهنشو گود میکنی. خیلی این خطرناکه.